اگه احیانا فکر میکنی که دیگه دیر شده، سن و سالم بالا رفته و خب هم سن و سالای من یک زمانی که باید یک کاری رو انجام میدادیم انجام دادن، گوی سبقت رو بودن و بردن و من الان موندم و یک عالمه حسرت. دیگه واقعا دیر شده، سنم بالا رفته، درگیر مشکلات زندگی شدم و دیگه اصلا نه میتونم و نه قابلیت اینو دارم که یک مسیر جدید تو زندگیم باز کنم. احتمالاً این ویدیو میتونه به شما کمک کنه. سلام، شیما هستم، محقق و مدرس دانشگاه. خوش اومدین به این کانال. اینجا مسیریه که دست به دست هم میدیم و قدم برمیداریم. قدم هایی که در نهایت امیدواریم ما رو به یک زندگی آرومتر، آگاهانه‌تر و با کیفیت‌تر نزدیک کنن. چرا همیشه فکر میکنیم که خیلی دیر شده؟ چرا همیشه درگیر این عدد سن و سالمونیم؟ همیشه فکر میکنیم که یه سری آدم هستن که از ما موفق ترن. اگر ما هم جای اونا بودیم، اگر شرایط اونا رو داشتیم، شاید ما هم میتونستیم به موفقیتی که اونا الان دست پیدا کردن ما هم برسیم. ولی الان دیگه دیر شده، دیگه سن و سالمون اجازه نمیده، دیگه فرصت ها تموم شدن. گاهی اوقات این افکار که به سراغمون میاد، خب ذهن ما که همیشه میخواد سازگار باشه و راحتی ما بیشتر براش در اولویته، فکر میکنه که خب مقاومت داشته باشم، نمیخواد کار جدید انجام بدی، در همین شرایطی که الان هستی عالیه، چی کار داری با دیگران؟ ولش کن، همین شرایطی که الان هستی و حالا دوست داری در همین شرایط بمونی، به نظر من عالیه، نمیخواد کار جدید و مسیر جدید انجام بدیم. گاهی اوقات به این موضوع فکر میکنیم که خب دیگرانی که موفق شدن از ما جلوتر حرکت کردن، ما به مسیر موفقیت اونها زیاد نگاه نمی کنیم. معمولا اون هدف و نتیجه نهایی که در قالب موفقیت در اونها هستش رو میبینیم. شاید هم این موضوع دیگه مطرح باشه، شکست هایی که در تجربه قبلیمون داشتیم مثل یه وزنه شدن و رو دوشمون دارن سنگینی میکنن، سنگینی که سالهای سال اونو به همراه به خودمون داریم میکشیم این سنگینی رو و انگار هیچ وقتم سنگینیشون تمامی نداره. ولی خبر خوب اینه که هیچ وقت دیر نیست، برای هیچ کاری دیر نیست. دیر زمانیه که تو تصمیم بگیری که متوقف بشی. فقط در این زمانه که ما میتونیم بگیم دیگه دیر شده، دیگه از من گذشته و دیگه نمیتونم کاری رو انجام بدم. چه بخوایم چه نخوایم همه چیز دست خودمونه. وقتی دور و برمون رو یه نگاه بندازیم، آدمای مختلف تو جاهای مختلف تو موقعیت‌های مختلف، وقتی میبینیمشون میبینیم خیلی هاشون در سنین بالا بعد از 50-60 سالگی به اوج خودشون رسیدن. خیلی از هنرمندا، خیلی از ورزشکارا، دانشمندا، خیلی از نویسنده ها هستن که بعد از 60 سالگی تازه به اون مرحله اوج نویسندگی خودشون رسیدن و بعد از اون مرحله بوده که افراد تازه اونها رو شناختن و تونستن دنبالشون کنن. خیلی از آدم‌های بزرگ هستن که کسب و کارشون رو در سنین بالا تجربه میکنن. چرا ما جزئی از اونها نباشیم؟ پس سن با اونها چیکار کرده؟ مگه اونها سنشون سپری نشده؟ مگه از عمرشون نگذشته؟ پس این همه مدت رو چیکار میکردن؟ اگر به این بخوایم فکر کنیم که مدت زمانی که از جوانیشون گذشته پس اینا چیکار میکردن، ما هم باختیم. چرا که باید الان به اون موقعیت اونها نگاه کنیم، ببینیم که براشون چه اتفاقی افتاده که تو این سن و سال هم تونستن حرفی برای گفتن داشته باشن. خیلی ها رو دیدیم تو سن بالا تازه تحصیلات آکادمیکشون رو شروع میکنن، یک کسب و کار جدیدی که همیشه دوست داشتن را میندازن و رونق میدن به کسب و کارشون. پس هیچ وقت دیر نیست و ما هم میتونیم یکی از اون آدما باشیم، آدمایی که برامون میتونن یه الگوی منحصر به فرد در زمینه موفقیت به حساب بیان. نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، ولی قدیم‌ترا اینجوری بود که خیلی از خانواده‌های ایرانی این کار رو انجام میدادن. زمانی که نوزاد متولد میشد، وقتی میرفتن برای شناسنامه بگیرن، دیر و زود میگرفتن این شناسنامه رو که مثلا بچه نیمه دوم نیفته، نیمه اول باشه.
چرا؟ برای اینکه عقب نیفته. از چی عقب نیفته؟ از کی عقب نیفته؟ هیچ وقت به این سوالات پاسخ داده نمیشد و جالب بدونیم که این حالا فقط یه پروتکل اداری نبود، بلکه یک باگ فرهنگی بود که اون زمان خانواده ها این رو ایجاد میکردن و هنوز اون بچه، اون نوزاد پا به عرصه زندگی نذاشته، هنوز اصلا مسیری رو برای خودش مشخص نکرده. خانواده ها تعیین میکردن که این از همین الان عقب افتاده، ولی اینکه از کی و از چی عقب افتاده هیچ وقت معلوم نشد. حالا چه نیمه اول بود اون بچه، چه نیمه دوم، اگر یه جایی قدرت درونی خودشو پیدا میکرد، اگر یه جایی میفهمید که باید دست رو زانوهای خودش بگذاره، اگر یه جایی میفهمید که این اراده خودشه که همه چیز رو رقم میزنه و قدرت دست اون اراده است، میتونست خیلی حرف برای گفتن داشته باشه. چه بسا خیلی از بچه‌هایی که همین نیمه دوم بودن یا نیمه اول فرقی نمیکنه، خیلی کارهای بزرگ رو بعداً تونستن انجام بدن و وقتی زندگیشون رو مرور میکنی میبینی که تنها اتفاق بزرگ شدن و قدرت نمایی کردن زمانی براشون ایجاد شده که اونها اون قدرت درونی خودشون درک کردن. دیگه فرقی نمیکرد که کدوم نیمه به دنیا اومده باشن. پس هیچ وقت دیر نیست. ما از این تجارب فرهنگیمون هم میتونیم استفاده کنیم، میتونیم ازشون وام بگیریم و بفهمیم که واقعا سن یه عدده. باید اینو بدونیم، ما تا زمانی که نفس میکشیم و از این موهبت الهی داریم استفاده میکنیم زمان داریم برای اینکه کارهای عقب افتاده خودمون رو جبران کنیم، برای اینکه اون چیزهایی که همیشه دلمون میخواسته بهش برسیم و واقعا در اون مسیر گام برداریم و بهشون برسیم. چرا که نه؟ چرا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟ میدونیم گاهی اوقات ذهن ما خیلی جلوی ما رو میگیره. همونجوری گفتم ذهن میخواد خودش رو سازگار کنه، ذهن میخواد بچه خوبه ماجرا باشه و میگه ولش کن، دیگه از تو گذشته، شاید برات خوب نباشه، اصلا زشته تو این سن و سال پا به این عرصه بذاری، برای شما دیر شده، یه زمانی بوده که میتونستی این کار رو انجام بدی. ولی واقعیت اینه که هر زمانی که ما اراده‌شو داشته باشیم میتونیم اون خداوند درون و قدرت درون خودمون رو دوباره بازیابی کنیم. میتونیم بفهمیم که چه قدرت‌هایی داریم که هیچ وقت باهاشون آشنا نبودیم. میتونیم حضور در خودمون رو تجربه کنیم و آروم آروم شروع کنیم. با کارهای کوچیکی که انجام میدیم شروع کنیم به قدم برداشتن و خب دیگه فرقی نمیکنه سن و سالمون چقدر باشه. تو هر سن و سالی هم باشیم میتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و هر کاری که دلمون میخواد و میتونیم ایجادش کنیم و پا در اون کار بنهیم و ازش به خوبی استفاده کنیم. همه این آدمایی که میبینیم یه دفعه به یه موفقیت خیلی خوب رسیدن، با اینکه دیر شروع کردن ولی زود به موفقیت رسیدن، چند تا نکته رو میتونیم از زندگیشون درک کنیم. یکی این که اونها به اون ارزش درونیشون کاملا واقف شدن و دیگه اون سن و ساله که یک عامل بیرونی هست و بهش توجه نمی کنن. مطمئناً اگر اون دروندادهای خودمون رو بیشتر بشناسیم خیلی بهتر از اینه که زمانی که یک ارزش بیرونی داره رو بهش هی پر و بال بدیم و به اون توجه کنیم. ضمن اینکه خب اونایی که تجربه بیشتری دارن حاصل گذراندن عمر هستن، یه سن و سالی ازشون گذشته ولی عوضش تجربه زیستشون چیز دیگه‌ای داره نشون میده. این تجربه داره به اونها نشون میده که شما در یک مسیری داری حرکت میکنین، تو این مسیر تابلوهای مختلف وجود دارن ولی از این تابلو استفاده نکن، این مسیر رو نرو، چون تجربه قبلیت به عنوان یک در واقع تجربه منحصر به فرد برای تو اینجا وجود داره و داره بهت راهنمایی میکنه، میگه که از این مسیر نرو و تو با این تجربه ها یه باکسی پر از دانش داری، پر از خردمندی داری که میتونی از شکست ها درس بگیری، نتیجه خوبی از اونها بگیری و فرصت های جدیدی رو این بار از اون شکست ها ایجاد کنی. تو انقدر آزمون و خطا انجام دادی که الان که به این مرحله رسیدی راحت تر میتونی
وارد اون مهارت، کسب و کار، رابطه یا هر کاری که خودت دوست داری بشی. فقط کافیه که درونتو دریابی، فقط کافیه که قدرت خودتو دوباره بازیابی کنی، بدونی که چیزهای بیرونی آنقدر قدرت ندارن که ما بهشون داریم قدرت میدیم. اون چیزی که واقعا قدرتمنده در درون خود ما هست. اگر اینو بشناسیم، این قدرت درونی رو، اگر یه خورده بهش بیشتر بپردازیم، اگر بشکافیمش، میتونیم بفهمیم که نه بابا زیادم سخت نیست. با در واقع اتکا به این قدرت درونی میتونیم اون عوامل بیرونی رو هم تحت تاثیر قرار بدیم. سن فقط تعداد سالهای زندگی ما و اون عمری که سپری شده رو داره ما نشون میده. مطمئناً میزان توانمندی، قدرت و پتانسیل و ظرفیتی که در ما نهفته هستش رو هیچ وقت نمیتونه به ما نشون بده. حواسمون به این پتانسیل های درونیمون باشه. حالا من میخوام این کار رو انجام بدم. من میخوام پا در مسیر بگذارم که دیگه این مرزهای بیرونی و باید نبایدهای بیرونی منو اذیت نکنه. میخوام اون قدرت درونی خودم رو به دست بیارم. چی کار کنم؟ الان یه سری فرصت وجود داشتن که خب من اونا رو پشت سر گذاشتم. به هر دلیلی ازشون استفاده نکردم. الان که میخوام استفاده کنم چی کار کنم؟ چند تا راهکار هستش که ممکنه به دردتون بخوره. بیاییم با همدیگه این راهکارها رو مرور کنیم. شاید خیلی خوب باشه، شاید برامون کار کنه. اولین و مهمترین راهکار اینه که برای شروع منتظر انگیزه نباشیم. یعنی هیچ وقت منتظر یه شنبه، یه رویداد، پولی که به دستمون برسه، اتفاق غیر منتظری که اتفاق بیفته و ما رو در اون شرایط کاری قرار بده نباشیم. انگیزه از اون واژه‌هاییه که متاسفانه خیلی ما بعد ازش استفاده میکنیم. ما باید بدونیم که اصلا انگیزه محصول چیه. باید بدونیم انگیزه محصول حرکته، نه اینکه مقدمه اون حرکت باشه. ما فقط و فقط باید شروع کننده باشیم. انگیزه خودش میاد. اگر میخوایم یک ورزشی رو شروع کنیم، اگر میخوایم یه زبان جدید یاد بگیریم، یک کسب و کار جدیدی رو راه اندازی کنیم، منتظر انگیزه یه شب بیاد، یه روز بیاد، یه شنبه بیاد نباید باشیم. فقط و فقط باید شروع کنیم. مرحله اول اینه که صبر نکنیم، صبر نداشته باشیم، شروع کنیم. با هر امکاناتی که در دسترس داریم کارمون رو فقط استارت بزنیم. چند وقته که میخوایم مثلا یک پیج یوتیوبی یا یک کسب و کار آنلاین برای خودمون را بندازیم، ولی هیچ وقت خب نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم. احساس میکردیم توانمند نیستیم درش، چون دیگران رو میبینیم و میبینیم که چقدر عالی هستن، چقدر بی‌نقص هستن تو این عرصه. ولی واقعیت اینه که همه آدم هایی که الان ممکنه ما نگاهشون کنیم و ببینیم بی‌نقص هستن، از یه جایی شروع کردن. کافیه که ما شروع کننده باشیم و این گام هامون رو ثبت کنیم. اجازه بدیم بعد از یه مدت زمانی این دفترچه ثبتمون رو وقتی نگاه میکنیم، وقتی ورق میزنیم، ببینیم کجا بودیم و الان کجا هستیم. از کجا میخواستم کسب و کارم رو شروع کنم؟ اول میخواستم مثلا یک برند براش انتخاب کنم، اول میخواستم یک کار کوچیک انجام بدم، هیچ امکاناتی نداشتم، هیچ ابزاری دم دستم نبود که این کار رو انجام بدم. شروع کردم، با کم شروع کردم، ولی الان تبدیل به یه آدم حرفه‌ای شدم در اون کسب و کار. تو ورزشم با گام‌های خیلی کوچیک شروع کردم، اونها رو ثبت کردم و منتظر اون انگیزه نبودم و الان میبینم که اصلا انگار موتور محرک من همون حرکت اول بوده. دیگه کسی نمیتونه این ورزش کردن رو از من بگیره. دیگه کسی قادر نیست این مهارتی که درش واقعا حرفه‌ای شدم و از من بگیره. زیاد دور نیست، فقط کافیه که شروع کنیم، شروع کننده باشیم تا معجزات برامون اتفاق بیفته. راهکار دوم کوچکسازی مسیر هستش. گاهی اوقات ما یه هدف، یه آرزو، یه خواسته تو ذهنمون میاد، بعد با خودمون تصویر سازی میکنیم.
و تجسم میکنیم که اگر من بخوام به اون خواسته برسم یه همچین مسیر رو باید برم. مسیر خیلی ناهمواره، خیلی پیچ و خم داره، خیلی دوره، پس ولش کن. ذهنم اینجا یاریم میکنه، میگه ولش کن بابا، همینجا که نشستی خیلی هم خوبه. اصلا نمیخواد چیزای جدید رو تجربه کنی، اصلا نمیخواد راه جدید رو امتحان کنی، بذار همینجا بمونی. ولی خب واقعیت اینه که همه اون آدم‌هایی که ما دوستشون داریم، همه اون قهرمانان زندگی ما، همه این مسیر رو رفتن، ولی چگونه این اتفاق براشون افتاده و ما اون اتفاق رو نمیبینیم، مسیرش رو نمیبینیم، این که با کوچکسازی مسیر برای خودشون اون راه رو هموار کردن. مثل این میمونه که یه کوهنورد در ابتدای مسیرش پایین کوه وایسه و یه نگاهی به قله داشته باشه و بگه وای این خیلی مسیر طول و درازیه، اصلا من نمیخواد برم بالای کوه، ولش میکنه، برمیگردم خونه. ولی هیچ کوهنورد این کارو نمیکنه. با گام‌های کوچیک کوچیک و کوچک کردن مسیر، لذت بردن از طبیعت، از اطراف، از صدای پرنده ها و دیدن حیوانات و عناصر طبیعی لذت میبره و آروم آروم به اون قله هم میرسه. و وقتی که اونجا میرسه نمیدونه این تجربه لذت بخش رو چگونه عنوان کنه، چون اصلا متوجه نشده که این مسیر رو چگونه بالا اومده. در زندگی هم همین اتفاق میفته، فقط کافیه ما تو این مسیر انسجام و پیوستگیمون رو حفظ کنیم، حواسمون به این پیوسته رفتن باشه، نریم جلو یک کاری رو رها کنیم، گام‌های کوچیک برداریم ولی به شکل پیوسته. هر روز 10 دقیقه کاری که میخوایم رو انجام بدیم، پیوسته باشه و در نهایت مطمئن باشین از حرفه‌ای بودن خودمون لذت خواهیم برد. عامل بسیار بسیار مهم دیگه که یک راهکار منحصر به فرده اینه که خودتو با خودت مقایسه کن. این اتفاقیه که خیلی از ماها متاسفانه داریم. نمیدونم ریشه فرهنگی داره یا در اون پروسه تربیتیمون اینو واقعا یاد نگرفتیم. دائم داریم خودمون رو با موفقیت دیگران مقایسه میکنیم. این در حالیه که اون مسیر موفقیت رو ندیدیم، اون هدف نهایی، اون موفقیت نهایی رو دیدیم و حالا خود الانمون رو داریم با اون طرف مقایسه میکنیم. در صورتی که اگر خودمون رو بیایم محک بزنیم با هفته گذشته، با ماه قبلی، با سال قبلی خودمون مقایسه کنیم، میبینیم دستاوردهای کمی هم به دست نیاوردیم. خیلی اتفاقات خوب برامون ایجاد شدن، خیلی فرصتهای خوبی تو این سالی که گذشت برامون پدید اومدن و ما هر چند کوچیک ولی یک نسخه برتری از خودمون ارائه دادیم. مقایسه کردن خیانت بزرگیه که ما در حق خودمون میکنیم. مثل این میمونه که ما به عزیزترین کسی که در کنارمون داره زندگی میکنه بگیم که تو زیاد به درد نمیخوری، من زیاد از تو خوشم نمیاد، فلانی خوب بود، فلانی خیلی کارهای بهتری انجام داده بود. چه اتفاقی رو داریم در اون فرد رقم میزنیم؟ چه احساسی رو داریم براش ایجاد میکنیم؟ حالا فرض کنیم اینو دائم داریم با خودمون انجام میدیم، دائم مقایسه کردن خودمون با دیگران، در صورتی که اصلا شرایط زندگی اون آدم ها رو ما نمیبینیم، نمیدونیم تحت چه شرایطی دارن زندگی میکنن و میایم خودمون رو باشون مقایسه میکنیم. بیایم آروم آروم اینو به فراموشی بسپاریم و سعی کنیم همواره خودمون رو با نسخه‌ای که از خودمون قراره ارائه بدیم مقایسه کنیم. هفته گذشته چگونه بودم؟ آیا یه سری کار انجام دادم در جهت هدف خودم؟ ماه پیش چگونه بودم؟ سال گذشته چگونه بودم؟ و الان در کجای این زندگی ایستادم؟ یه جورایی وقتی که خودمون رو با خودمون مقایسه میکنیم انگیزه بیشتر میشه، رغبت برای ادامه مسیر بیشتر میشه. میفهمیم که نه بابا، ما هم خیلی کارها کردیم، خیلی کارها که خیلی ها ممکنه اصلا قادر به انجام اونها نبودن. اتفاقات خوبی خواهد افتاد. گام بعدی و بسیار مهم اینه که هر روز از خودت یه قدم بخواه. در واقع خودتو موظف کن که یک قدم پیش بری.
من میخوام یک کسب و کار جدید را بندازم. خب در جهت رسیدن به اون کسب و کاره الان چه کارایی میتونم انجام بدم؟ پولی که باید یه پول بزرگی باشه و به من بدن، یه جایی هم برام فراهم کنن و من برم کسب و کار را بندازم، راستش موفقیت زیادی نیست. مهم اینه که خودم بتونم در اون مسیر گام بردارم. خب از چیزای کوچیک شروع میکنم. قدم اول اینه که بیام یه تجسمی از اون کسب و کار داشته باشم. آروم آروم. قدم بعدی اینه که بیام برای خودم بنویسم این کسب و کاره اصلا به چه مهارت‌هایی نیاز داره و اون مهارت‌ها رو هر چقدر که میتونم در خودم تقویت کنم. قدم بعدی ممکنه این باشه که اصلا لوگوی کارم رو طراحی کنم. قدم بعدی آروم آروم کسب منابع مختلف برای ایجاد این کسب و کاره و به یه جایی ممکنه برسم که با خودم فکر کنم قبلا من چه مسیری رو رفتم. میبینم فقط اولش از یک تجسم شروع شد. اولش از اینجا شروع شد که من یه چیزی رو تو ذهنم پروروندم و آروم آروم وقتی که قدم‌هامو هر روز شمردم متوجه شدم که میتونم یه کاری رو انجام بدم و الان بالای سر کسب و کارم هستم و میبینم که کسب و کارم روز به روز داره رونقش بیشتر میشه. این خیلی خوبه که ما هر روز یک قدم جدید برداریم، یک قدم که از دیروزمون جلوتر باشه. باید اینو بدونیم هممون که شکست‌های قبلی ما دلیلی برای ادامه دادن هستن، ادامه دادن این مسیر، نه اینکه دلیلی برای توقف ما از تمام این شکست‌ها میتونیم استفاده کنیم و از اونها در واقع وام بگیریم که خب اونها رو دوباره تکرار نکنیم. اجازه بدیم که فرصت‌های جدید که حاصل همین شکست‌ها هستش برامون ایجاد بشه. این شکست‌ها مثل چراغ قوه میمونن برای ما، چراغ قوه‌ای که همیشه باتریش خوبه، داره کار میکنه و مسیر رو برای ما به شکل هموار داره نشون میده. از این شکست‌هامون استفاده کنیم به جای اینکه همش حسرت اینو بخوریم که چرا این شکست برای من اتفاق میفته، چرا برای دیگران نیست. برای همه این شکست‌ها وجود داره. فقط کافیه که ما شکست‌های خودمون رو بپذیریم، بیایم جستجو کنیم، ببینیم که اون شکست‌ها بر اثر چی به وجود اومدن و آیا در مسیر جدیدمون میتونیم از اونها استفاده خوب ببریم، میتونیم ازشون مثل یک پله استفاده کنیم و آروم آروم این پله‌های ترقی رو طی کنیم یا نه. در نهایت مثل همیشه اگه از مطالب این کانال خوشتون میاد لطفاً سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین که هر وقت ویدیو آپلود میشه شما اولین نفری باشین که در جریان قرار میگیرین. ضمن اینکه با اشتراک گذاری مطالبی که خودتون دوستش دارین در این روند آگاهی اجازه بدین روز به روز بیشتر پیشرفت داشته باشین.